أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 644 می باشد و در کتاب مسلم 651 می باشد. ابو هریره میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: قسم به آن اللهی که جان من در دست او است، من عزم کردم که امر کنم تا که حزم را جمع آورده شود. سپس امر میکنم که از آن گویند به نماز. سپس امر میکنم که شخص امام شود به مردم. سپس میبینم که هر کسی که به نماز جماعت نمی آید، همچنان عزم کردم که خانه اش را روم و بسوزم. سپس میگویند که قسم به آن اللهی که جان من در دست او است، اگر شما دانید، اگر چندی که دنیا گرچندی که مال بسیار به دست میبیارید یا که کم، انه یجد ارقا سمینا او مرمامتین حسنتین لشهد العشاء. ارقا گفته مثلا یک چیزی که مالی که در وی گوشتی بسیار داره، یک سان میگویند. شما او رو به شما نماز نبیید و به شما همون چیز به صاحب شوید، یا که پستر این پاچه که گوسفند باشد، این چیزی کم به خاطر نماز به آمدن این چیز رو به شما حاصل بکنید، کمی بسیار، شما می آمدید به نماز جماعت. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بزرگ بودن نماز جماعت را بیان کردند. هر کسی که مخالفت میکند، به عذر به نماز جماعت نمی آید، در حقیقت او به گناه کبیره مرتکب شده است. بزرگترین دلیل به نماز جماعت واجب بودنش، حتی در وقت جنگ پای الله چگونه نماز خواندن را بیان کرده است در وقتش. اما عالم ها اختلاف کردند که در واجب بودن و نبودنش، شخصایی که واجب نمیگویند، آنها میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فضیلت نماز جماعت را بیان کردند که 27 درجه میگیرد، 25 درجه میگیرد. این با این ثواب ها سزاوار شدن چی اختیاری می باشد که هر کسی که نماز جماعت را خواند، او به این ثواب، به درجه ثواب نائل می شود. حتی می بینیم که اما دلیل شخص هایی که واجب می گویند به عذر ترک کردن نماز جماعت، این گناهگار می شود. با حدیث پیامبر گفتند که کسی که مخالفت میکند در نماز جماعت نمی آید، من عزم کردم که خانه او را بروم و بسوزم. تهدید کردند. اکنون بنگرید، شخصی که به نماز جماعت نمی رود، پیامبر چنان تهدید کردند. امروز درهای مسجد را محکم میکنند و مسجد را خراب میکنند و مسجد را به شرابخانه و تویخانه ها تبدیل میدهند. چگونه حکمشان میباشد؟ نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شخص نابینا آمد. گفت: آیا بر من اجازت است که من در خانه بخوانم؟ چون که نابینا هستم، شخصی مرا راهنمایی کرده نمیتواند، کسی نیست که راهنمایی بکند. پیامبر اجازت دادند. سپس وقتی که این مرد از پیش پیامبر رفت، پیامبر گفتند: آیا تو از آن را میشنوی؟ گفت: آره. سپس گفتند: به نماز جماعت حاضر شو. اینچنین در حدیث عبدالله ابن مسعود آمده است که هر کسی که میخواهد که الله را در حالی که مسلمان رو برو شود، یا که الله از او راضی باشد،
پس نماز هر وقتی که اذان میگوید نمازش رو در مسجد بخواند. این بود کمی درباره شرح حدیث، شرح مختصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.